سلام، من ملیه هستم. اینجا رادیو دیتاست. خیلی خوش اومدید. بچه‌ها بریم سراغ قسمت دوم ساختن پورتفولیومون. یه پورتفولیوی خوب با هم دیگه جلسه پیش بررسی کردیم. این قسمت در واقع شروع کار رو میخوایم بزنیم. من هر قسمتی که میخوام برم جلو میخوام در واقع یه اسمی بذارم روی اون قسمت با توجه به کاری که داریم توش انجام میدیم. دوست دارم این قسمت تمرکزمون رو بذاریم روی اینکه چه شکلی از نقاط ضعفمون توی مسیر یه فرصت بسازیم. فرض کن ابتدای یادگیری هستی، اول مسیر هستی و متوجه میشی که بعد آمار بخونی، ریاضیت رو باید تقویت بکنی یا باید بری سراغ کتابخونه‌های مهم پایتون، اونا رو یکم ازشون سر در بیاری. اکثر ماها توی همچین شرایطی چیکار میکنیم؟ آفرین، یه دونه دفتر برمی‌داریم و تا اونجایی که میتونیم کاغذ سیاه میکنیم. نوتبوک این مدلی نوشتن ذره ارزش نداره. چرا؟ برای اینکه ما نمیتونیم توی نوتبوک این مدلی توی دفترمون سرچ بکنیم یا اینکه نمیتونیم این نوتبوک رو برداریم ببریم به HR نشون بدیم، ببریم به کارفرما نشون بدیم و بگیم که ببین من 800 صفحه آمار خوندم، کل کتابخونه پانداز و نامپای رو یاد گرفتم. جای این که یه ذره ارزش نداره یه کار بهتر میتونیم بکنیم. میتونیم بیایم یه دونه نوتبوک برداریم، حالا فرقی نمیکنه فضاش کجا باشه، هر جا که تو راحت تری، توی کگل، توی کلاب یا توی جوپیتر نوتبوک، یه دونه نوتبوک برمیداریم و شروع میکنیم. اگر که قرار نوتی بنویسیم که اون نقطه ضعفمون رو تقویت بکنیم، داخل اون نوتبوک این کار رو میکنیم و در نهایت یه دونه داکیومنت خوب هم واسش مینویسیم و اون رو به عنوان در واقع یه محتوای آموزشی توی کگلمون یا توی گیت هابمون شیر میکنیم. محتوای ارزشمندیه به چند دلیل. دلیل اول، تو داری یه محتوای آموزشی درست میکنی. تو داری تجربیات خودتو از یادگیری آمار، تو داری تجربیات خودتو مثلا از یادگیری کتابخونه پانداز به اشتراک میذاری با بقیه. پس در واقع داری به آدما کمک میکنی. دلیل دوم، تو از نقطه ضعفت استفاده کردی که رزومت رو تقویت بکنی. آیا میتونم همچین چیزی رو اگر آماده کردم بذارم توی پورتفولیوم؟ خیلی بستگی داره. اگر که داری واسه یه کارآموزی، واسه پوزیشن کارآموزی اینترنشیپ اقدام میکنی، به نظر من چرا که نه، بذار. برای اینکه این کار رو بخوایم انجام بدیم به چی احتیاج داریم و کجا قراره این کار رو انجام بدیم؟ ما به یه دونه اکانت گیت هاب احتیاج داریم و این کار رو قراره توی گوگل کلاب انجام بدیم. گوگل کلاب چی هستش اصلا؟ گوگل کلاب یه سرویس رایگان از گوگله که به کسایی که به دیتا ساینس و یا ماشین لرنینگ علاقه دارن این امکان رو میده، یه فضایی بهشون میده که بتونن اونجا کد بزنن. چند تا ویژگی مثبت داره. یکی این که خیلی راحت تو میتونی توی همون مرورگر کدتو بزنی و همونجا برنامه‌ت رو ران بکنی. برای محاسبات سنگین ماشین لرنینگ بهت کارت گرافیک GPU میده و واحد پردازش. راحت کدی که نوشتی رو میتونی بذاری، میتونی ذخیره بکنی توی گوگل درایوت. اینکه اگر بخواید چند نفری با هم دیگه روی یه دونه پروژه کار بکنید، بهتون این دسترسی رو میده که چند نفر با هم روی یه دونه پروژه همکاری بکنن. این جلسه ما بررسی میکنیم که اگر که تو به عنوان کسی که تازه شروع کردی به کار کردن و میخوای کتابخونه یه پانداز رو یاد بگیری خودت، چطوری توی گوگل کلاب کدش رو بزنی و چه شکلی این رو به عنوان رزومه در واقع بذاری توی گیت هابت. بچه‌ها قبل از که بریم سراغ کارمون، من یه موضوع مهمی رو راجع به کگل و گیت هاب بگم. من یه ویدیو جداگونه میخوام درست بکنم راجع به اینکه کگل چه وبسایتیه و قراره توی کگل چیکار بکنیم و یه ویدیو هم جداگونه میخوام برای گیت هاب درست بکنم. امروز رو استثناءً به اون میزان از گیت هاب که اشاره میکنم اکتفا کنید، بعدش توی ویدیو خودش بریم سراغ گیت هاب و تمام فیچرهاش رو توضیح بدیم با هم دیگه. بریم توی گوگل کلاب. گوگل کلاب رو سرچ میکنیم، یه دونه نوتبوک جدید اینجا باز میکنیم. همونطوری که دارید میبینید اینجا از جوپیتر پشتیبانی میکنه، حمایت میکنه و ما میتونیم همینجا کدمون رو بزنیم و توی همین مرورگر کدمون رو اجرا بکنیم. بچه منبع یادگیری شما برای پانداز هر چیزی که هستش مهم نیستش.
میخواید با دوره پانداز رو یاد بگیریم یا آمار رو یا هر چیز دیگه ای رو، اون مهم نیستش. اصلا نباید خودتو فورس بکنی که با یه منبع خاصی حتما یاد بگیری یا منبعی که حتما من معرفی میکنم یا نفر ایکس معرفی میکنه. مهم اینه که تو با چی یاد میگیری، تو با چی کاملا میتونی تو با کدوم معلم میتونی ارتباط برقرار بکنی. حالا اینجا من به طور مثال این کورس از پانداز آوردم، کورس که نیستش در واقع، که داره تیکه که پانداز رو درس میده. حالا ما میایم از همین استفاده میکنیم و دونه به دونه از اینجا یاد میگیریم. تو توی خونه از رو منبع خودت یاد میگیری و شبیه به من یه دونه واسه خودت نوتبوک مینویسی. تو میخوای تمرین بکنی، به هر حال این کد دیگه یه کتابخونه پایتونه، میخوای تمرین بکنی، جای اینکه توی کاغذ تمرین بکنی یا جای اینکه در واقع توی پلتفرم‌های دیگه تمرین بکنی، اینجا تمرین میکنی و در نهایت تمرینت رو مرتب و منظم میکنی و به عنوان بخشی از رزومت توی گیت هاب شیرش میکنی. خب اول از همه باید پانداز رو ایمپورت بکنیم، چون که یه دونه کتابخونه است دیگه. همه این قسمت ها رو شما توی کورسی که دارید یاد میگیرید باهاش بهتون میگه. اگر که بخواید بچه به هر کدوم از اینا میگن یه دونه سل. شما وقتی که میخواید ران بکنید سلتون رو، این دکمه بغل رو که بزنید ران میشه سل شما. اگر که اینجا میتونید در واقع دیلیتش بکنید، کپیش بکنید، واسش کامنت بذارید. اگر که بخواید یه دونه سل جدید باز بکنید، اینجا یا میتونید این گزینه اد کد رو بزنید یا اینکه میتونید از این بالا بزنید. خب بریم که کارمون رو شروع بکنیم. خب بچه بریم یه دونه لیست درست بکنیم. خب بچه ما اینجا چی کار کردیم؟ ما اومدیم یه لیست نوشتیم از غذاهای مثلا مورد علاقمون که 3 تا آیتم داره لیست ما. حالا من میخوام با این لیست کار بکنم، ولی این لیست رو میام با استفاده از این دستور تبدیلش میکنم به سری که بتونم راحت تر مدیریتش بکنم لیستم رو. این خط کد چی میگه؟ اینجا به پانداز داره میگه که بیا برو توی لیست فود، اینجا لیست فود رو برش دار و برای من تبدیلش کن به سریز و در نهایت بریزش توی پی فود و اون رو برای من چاپش بکن. اینجا چاپش بکن. این رو باید کامنت بکنی که یادت نره، چون همیشه یادت باشه تو اول از همه مرحله هستی که داری یاد میگیری. یه طوری باید اینجا واسه خودت کامنت بنویسی که وقتی خواستی برگردی هم خودت متوجه بشی، همین که قابل در واقع شیر کردن توی گیت هاب باشه. این پایین سلت تکست رو بزنی، اینجا میتونی برای این سلی که نوشتی، برای سل بالایید کامنت بنویسی. بچه کامنت نوشتن توی کلاب این مدلیه که خب یه دونه این سکشن رو پاک میکنی، این هشتگ باید باشه. خب من بولدش کردم و یه ذره حالت آوردمش جلوتر. من میام خط بعدی یه دونه لاین میذارم و اینجا میخوام توضیح بدم که توی سل بالایی چی کار کردم. میتونم از این آپشن هم استفاده بکنم و توی 2 تا پارت این مدلی توضیح بدمش. بچه من از چت بات کمک گرفتم برای نوشتن این توضیحه. شما هم حتما از چت بات کمک بگیرید برای نوشتن داکیومنتتون. کارتون رو سریع‌تر میکنه. ولی من برای اینکه خب یه ذره این داکیومنتی که دارم می‌نویسم خوشگل‌تر بشه، میام آیتم های داخل لیستم رو بولد میکنم. اینجا هم یه دونه
فاصله میندازم که خواناتر بشه. و در نهایت این پایین هم لیست رو توضیح دادم. و برای فایلی که داری اینجا باهاش کار میکنی یه دونه اسم اینجا انتخاب میکنی. و این کار رو یادگیری پانداز، آمار احتمال، جبر خطی و هر چیز دیگه که داری یاد میگیری که میخوای بعدش اینجا نوتبوکش بکنی و توی گیت هابت شیرش بکنی، کامل ادامه میدی تا یادگیریت تموم بشه، کورست تموم بشه. در نهایت میرسی به یه همچین نوتبوکی که من از قبل آماده داشتم. کارت وقتی که تمام شد اینو میخوای توی گیت هاب شیرش بکنی. چه شکلی این کار رو باید انجام بدی؟ باید توی گیت هاب اکانت ساخته باشی، باید بری توی گیت هاب یه دونه ریپوزیتوری براش بسازی. بچه وقتی که اومدیم داخل اکانت گیت هابمون، روی این عکس گوشه کلیک بکنید، این منو براتون باز میشه. اینجا میتونید گیت هابتون رو مدیریت بکنید. اینجا اگر که روی ریپوزیتوری هات کلیک بکنی پروژه هاتو میبینی و اینکه اگر که روی نیو کلیک بکنی میتونی یه دونه ریپوزیتوری جدید بسازی. اسم بذاریم برای ریپوزیتوری که داریم درستش میکنیم. خب اگر که توضیحاتی داری اینجا میتونی توضیح بنویسی واسه ریپوزیتوریت. اینجا داره میگه که پابلیک باشه یا پرایوت باشه. اگر که هنوز در واقع تکمیل نشده و یا فکر میکنی که خیلی پروژه اولته، فکر میکنی که میتونی بهترش بکنی، تکمیل ترش بکنی، این رو فعلا بذار روی پرایوت و بعدش که در واقع کامل یاد گرفتی، تکمیلش کردی، داکیومنتش رو خیلی بهتر کردی، اون موقع بذارش روی پابلیک. حالا من فعلا میذارم روی پابلیک بمونه. آهان بچه حتما یه دونه در واقع ریدمی اینجا کلیک میکنیم برای ما یه دونه فایل ریدمی بسازه برای ریپوزیتوریم. بعداً کامل یه دونه ویدیو میسازم، این رو توضیح میدم بهتون و در نهایت ریپوزیتوریمون رو درست میکنیم. برمیگردیم توی کلاب، اینجا سیو ا کپی این گیت هاب. اینجا ریپوزیتوری که درست کردیم رو باید سرچ بکنیم و این قسمت هم در واقع کامیتیه که نوتیه که برای کامیتت می نویسی. بچه یه قسمت جداگونه میذارم برای آموزش گیت هاب و اینکه کلا گیت هاب چی هستش، چی کار میکنه. یه دونه ویدیو میسازم جداگونه برای آموزش کگل که کگل چی هستش و توش چی کار میکنیم. اصلا نگران نباشید. و اینجا خودش مستقیم میاد توی وبسایت گیت هاب و برای شما اون نوتبوکتون رو به نمایش میده. اگر که بیاید توی ریپوزیتوریتون، برید توی این ریپوزیتوری که الان ساختیم، این فایل نوتبوک شما اینجا موجوده که بعداً میریم با هم دیگه تو ویدیویی که در رابطه با گیت هاب توضیح بدم میایم بهتون یاد بدم که چه شکلی این فایل ریدمی رو درستش بکنید. بچه خسته نباشید. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. حتما پورتفولیوتون رو شروع بکنید و اگر توی این مسیر سوال داشتید خیلی خوشحال میشم که بتونم بهتون کمک بکنم.